خدمت حضار و عزیزان عرض کردم، پس استفاده از آبهای شیرین و آبهای سبک میسر نیست مگر اینکه ما از دستگاه آب شیرین کن صنعتی RO یا اسموز معکوس استفاده بکنیم. با توجه به اینکه در آب شیرین کنهای صنعتی بعد از اینکه آب از سیستم پیش تصفیه عبور میکنه و خروجی اون از ممبران عبور میکنه، تقریبا میتوانیم بگیم که تا 95% ما املاح داخل آب رو از آب جدا کردیم که خیلی راحت میشه از این آب چه در کشاورزی چه در صنایعی که با آب کار میکنن استفاده کنیم. فقط کافی عزیزان انشالله یک آنالیز آب رو اگه ما داشته باشیم میتونیم که پیشنهادهای مالی و پیشنهاد فنیمون هم در زمینه سیستم های آب شیرین کن خدمتتون ارائه بکنیم که در خدمتتون انشالله باشیم.